سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من آشنا هستم و شما در آکادمی آشنا با من همراه هستید. خب عزیزان، چون که من میخوام این دوتا قسمت رو به هم دیگه وصل کنم، یه مقدار براش جا میذارم که بتونم این دوتا رو به هم دیگه بچسبونم. سرشونش نمیخوام درز داشته باشه. این قسمت رو اصلاح میکنیم. خب عزیزان، به این ترتیب قسمت پشت و جلو الگومون رو برش زدیم. این قسمت پشت هست و این قسمت جلو. برای قسمت جلو من برای پایینش سجاف در آوردم به این شکل. این سجاف قسمت پایین میشه به این صورت که جا دکمه میخوره روی این، و این قسمت بالاتنه به اینجا وصل میشه و بین این دو قسمت جیب نما که اینو روی چالای پارچه برای دوتا جیب در میاریم. اگه خواستید یه جیب داشته باشه در یه سم، فقط روی دو لابارش میزنید. خب ولی اگه بخواید این قسمت جیبتون دوتا باشه، روی چالای بسته پارچه قرارش میدیم، دوتا برای سمت چپ و دوتا برای سمت راست. بعد از اینکه جیب آماده کردید، اینو بین درز قرار میدید و یه چرخ روی این درز میزنید. بعد از اینکه چرخ زدید، پاکتوزی هم میکنید. این برمیگرده به سمت بالا. بعد از اینکه اتوش کردید، این قسمت روی کارمون رو یه دوخت نما میزنیم. معمولا لباسای اسپورت و شمیز دوخت نما دارن. یه دوخت نیش از لبه میزنید و با فاصله نیم سانتی متر بالاتر یه دوخت دیگه میزنید. سعی کنید درجه دوختتون هم یه مقدار درشت‌تر باشه. و برای قسمت پشت هم اینجا که سجاف براش گذاشتیم 6 سانتی جای دکممون، برای قسمت پشت از این بالاتنه استفاده میکنیم. این سمتش اینجا قرار میگیره. اول پلی رو دوخت میزنیم. شما میتونید از قسمت پشت که برگردوندی یه دوخت کوتاه بزنید و از قسمت رو به این شکل اتو بزنید، یعنی به شکل پلی دو قلو رو به روی هم قرار میگیره. ولی اگه دوست داشته باشید پلیش از رو باشه به این شکل، شما این دوخت رو از روی پارچتون میزنید و اتو رو از رو به کار میبرید. بعد از اینکه این تموم شد، این قسمت هم اینجا قرار میدید، روی هم قرارش میدید، دوخت میزنید، پاکدوزی میکنید، برمیگردونید. مطابق قسمت جلو یه دوخت نیش میزنید لبشو و با نیم سانت فاصله یه دوخت دیگه میزنید و کارتون رو تموم میکنید. ببینید برای سجاف یه نواری به بلندی قد قسمت جلو لباسمون به اضافه 2 سانتی متر حق درز و پهناش هم 6 سانتی متر برای روی همگرد و 2 سانت هم برای جای دوختش حق درزش استفاده کردیم. انجام میدیم، یه طرف شلایی میزنیم، برمیگردونیم، اتو میکنیم، این قسمت ها رو از داخل دوخت میزنیم و این سجاف اینجا قرار میگیره. ببینید اینجا باید 1 سانت جا بمونه براش، برای جای دوخت یقمون که میخوایم وصل کنیم. اینجا باید جای دوخت داشته باشیم. خب به این ترتیب اینم تموم شد. یقمون هم زدیم به این شکل. یقمون هم روی چالای پارچمون برش زدیم. 2 تا قسمت رو یه طرف شلایی میزنیم، روی هم قرار بدیم، از اینجا شروع به دوخت میکنیم تا سمت مقابل و برمیگردونیم، اتو میکنیم و به دور یقمون وصل. خب برای آستینش اگه یادتون باشه من گفتم به اندازه 8 تا 10 سانتی متر قد آستین برای پاکتی باید اضافه تر باشه. معمولا آستینی که پاکتی حالت سرب داره، شما میتونید از قسمت مچ به اندازه 10 تا 12 سانتی متر بالا برید که حالت سرب داشته باشه. قد آستین رو که اندازه زدید میاید 8 تا 10 سانتی متر بهش اضافه میکنید برای پاکتی سر خود. خب برای پاکتیش هم شما 1 سانتی متر جای دوخت گذاشته بودیم. این 1 سانتی متر رو برمیگردونیم روی کل اندازه‌ای که برای پاکتی در نظر گرفتیم، دوخت میزنیم. بعد از اینکه دوخت زدیم اینو برمیگردونیم از وسط به این شکل میشه. ببینید به این حالت
این دوختش به این شکل میشه. برمیگردونیم تا میزنیم. بعد از اینکه تا زدید اینجا رو مجددا یه تایی از سمت وسط میزنید و اضافه ها رو حالا قیچی میزنید. اضافه های آستینتون هرچی که بود حالا میاد قیچی میزنید. ببینید به این شکل ما اضافه های آستینمون رو قیچی میزنیم. خب برش میگردونم که متوجه بشید چرا من گفتم. ببینید الان به این شکل میفته. شما اگر از اول قیچی زده بودید دیگه این اضافه‌ای که برمیگرده داخل براتون نمیموند و لبه آستینتون بدنما میشد. پس حتما اول پاکتی رو کامل کنید، بعد به میزان دلخواه هر چقدر که دوست دارید گشادی لبه آستینتون باشه به این شکل تاش میزنید، گشادی رو در نظر میگیرید و اضافه رو قیچی میزنید. اگر هم بخواید کلا پاکتیش جدا باشه، یعنی پارچه‌تون یه طوری باشه که نمیتونید به این شکل استفاده کنید یا کم پارچه‌تون مجبورید از تیکه جداگونه استفاده کنید، مقداری که برای پاکتی آستینتون در نظر گرفتید، فرض کنید اینجا قد آستین رو قطع کردید، شما اینو دیگه ندارید، فرض کنید این قسمت رو دیگه شما ندارید، آستینتون رو برش زدید. قبل از اینکه اینو به هم دیگه بدوزید از قسمت پشت میاید برای پاکتیش به دلخواه خودتون هر چقدر که دوست دارید پهنای پاکتی باشه، فرض کنید مثلا من میخوام پاکتیش 4 سانتی متر باشه، 1 سانت هم حق درز در نظر میگیرم و شکل آستین رو روی این از لبه رسم میکنم و اضافه رو قیچی میزنم. ببینید به این صورت شما اضافه رو قیچی میزنید، دوتایشو با هم جفت کنید، پایین پاکتی رو مرتب کنید. خب حالا اینو از قسمت پشت به اینجا دوخت میزنید. بعد از اینکه دوختید برمیگردونید سمت رو، به این شکل پاکتیش جدا میشه. این دیگه سلیقه خودتون هست، هر کس هر چی دوست داره میتونه انجام بده. از اینکه سرشونه ها رو به هم دیگه دوختید، درز زیر بغل رو ندوزید اول. ببینید این قسمت سرشونه رو که به هم دوختید میاید این وسط آستین رو با وسط حلقه آستینتون فیکس میکنید، سنجاق میزنید، از اینجا شروع کنید به دوختن تا سمت مقابل، بعد از اینجا شروع کنید به دوختن، دور میزنید تا این ناحیه سر جای دکممون. خب عزیزان ترتیب آموزش این شومیزمون هم تموم شد، تموم قسمتاشو برش زدیم، نحوه دوخت و برشش هم براتون توضیح دادم. امیدوارم که از این آموزش راضی باشید. حالا شما هر مدل که میتونید روی این شومیز پیاده کنید. به فرض میتونید این رو جدا وصل کنید، میتونید این رو جدا داشته باشید، جدا جدا بدوزید، میتونید این قسمت لبه رو اضافه تر بگیرید و حالت پاکتی تا بزنید و وقتی که اینجا قرار میگیره حالت دوبل داشته باشه، یه نمای زیباتری به کارتون میده. همینطور در قسمت پشت هم میتونید این کار رو انجام بدید. میتونید آستین رو بلند بگیرید و از مشکی استفاده کنید. جا خواستم یه مدل دیگه براتون توضیح بدم، به خاطر همینم از لبه گشاده پاکتی استفاده کردم، آستین سه رو براتون توضیح دادم. امیدوارم که از این آموزش راضی باشید. ممنونم که منو با لایک ها و کامنت های پرمهرتون همراهی میکنید. تا آموزش بعدی همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. در پناه خدا باشید.